خیلی از افرادی هستش که دچار کمردرد هستن و درمان‌های متعددی رو انجام میدن، منتها نتیجه نمیگیرن و مرتب از این دکتر به اون دکتر از درمان‌های مختلف و میگن که چرا ما خوب نمیشیم. ببینید، کمردرد شایع‌ترین درد بعد از سردرد و طوریه که هر فردی در طول زندگیش یک بار اینو تجربه میکنه. علل مختلفی داره، از تحریک و پارگی دیسک، از آرتروز ستون فقرات، مفاصل ستون فقرات، از آرتریت و از تروما و علل مختلفی داره. فارغ از اینکه هر عللی داره، این افراد درمان‌هایی که انجام میدن چون به سلیقه خودشون انجام میدن نتیجه نمیگیرن. یعنی چی؟ کلی هزینه میکنن، MRI، نوار عصب عضله، پزشک، دارو، گاهی موقع CT اسکن، فیزیوتراپی و حتی خیلی از مواقع مثلا استخر میرن، آب درمانی، ولی نتیجه نمیگیرن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اولا به پزشکشون اعتماد نمیکنن. اون اعتماد اصل درمانه، پایه و اساس درمانه، اعتماد به پزشک و اعتماد به فیزیوتراپی. نکته دوم، اون داروهایی که پزشک تجویز میکنه سر موقع، مرتب و منظم استفاده نمیکنن. گاهی موقع انتظار دارن با یک آمپول و یا با یک دارویی دردشون بهتر بشه، کامل خوب بشن. اما اینجوری نیست. بایستی اون نسخه‌ای که پزشک تجویز کرده پروسش تکمیل بشه. یکی از درمانهای بسیار مؤثر در کمردرد فیزیوتراپیه. همونطور که گفتیم به پزشک بایستی بیمار اعتماد بکنه، بایستی به فیزیوتراپیست هم اعتماد بکنه و دستورهایی که فیزیوتراپی چه در کلینیک و چه در منزل براش انجام میده و آموزش میده رو بایست کامل انجام بدن. جلسات درمانی رو بایستی کامل ادامه بدن. کمردرد یکی ممکنه با 5 جلسه خوب بشه، یکی ممکنه با 30 جلسه خوب بشه. بایستی اعتماد کرد و درمان ادامه داد، جلسات درمانی رو. و بحث اون تمرین درمانی در کمردرد بسیار موثره. بایستی عضلات تقویت کرد. یه سری عضلات کوتاه شدن، اونها رو هم انعطافشون رو برگردوند. این تمرینات هم در کلینیک بایستی زیر نظر فیزیوتراپیست انجام بشه و هم آموزش داده بشه توی خونه و شاید حالا ممکنه بعضیات محل کار باشه، اینها تکرار بشه.